آدولف هیتلر در 20 آوریل سال 1889 در شهر برون، اتریش اولشتات به دنیا آمد. پدرش آلوئیس هیتلر یک مأمور گمرک سختگیر و مستبد که از همان کودکی نظم و انضباط شدید را به فرزندش تحمیل می‌کرد، مادرش کلارا، زنی مهربان و محافظه‌کار، تنها منبع عشق و آرامش برای کودک بود. کودکی آدولف با تضاد میان سختگیری پدر و محبت مادر شکل گرفت. او از همان سالهای نخست به هنر و نقاشی علاقه نشان داد، اما پدرش او را از دنبال کردن آرزوهای هنری باز می داشت. پس از مرگ پدر در سال 1903 آزادی نسبی یافت و به وین رفت، جایی که می‌خواست رویای هنری خود را دنبال کند. در وین آدولف با شهری پر از تضاد و اختلافات اجتماعی روبرو شد. محله‌های فقیرنشین و ثروتمند، جنبش‌های سیاسی افراطی و مطبوعاتی پر از ایدئولوژی‌های مختلف ذهن او را تحت تأثیر قرار دادند. بارها از آکادمی هنر وین رد شد و هر شکست نفرت او را از جامعه تقویت می‌کرد. او جهان را مکانی تقسیم شده میان قدرتمندان و ضعیفان می‌دید و خود را در صف قدرتمندان قرار می‌داد. جوانی او با حسادت به کسانی که موفقیت را تجربه می‌کردند و تمایل شدید به دیده شدن پر از فکرهای تاریک و انتقام بود. در همان سالها با ایده‌های ملیگرایی افراطی، آنتیسمی و نظریات نژادی آشنا شد که در محافل وین پرطرفدار بودند. آدولف هیتلر هر روز به مطالعه تاریخ، فلسفه و سیاست می پرداخت و با هر صفحه تصویر جهان و انسان را از دریچه قدرت و ضعف به شکل پیچیده تری در ذهن خود می ساخت. او گاهی روزها را در کتابخانه‌های وین می گذرانید، در حالی که نگاهش به نقاشی‌ها و آثاری از هنر کلاسیک و رمانتیک بود، اما ذهنش مدام به تحلیل سیاست و جامعه باز می گشت. این سالهای شکل‌گیری شخصیت او بودند، شخصیتی که ترکیبی بود از حسادت، جاه طلبی، نفرت و خلاقیت. پس از مدتی با گروه‌های سیاسی کوچک و محافل افراطی در ارتباط شد، با افرادی که مانند او به دنبال تغییر ساختار جامعه بودند. هر جلسه، هر گفتگو، هر مقاله و نشریه گامی بود در جهت تقویت باورهای او و شکل دادن به ایدئولوژی منحصر به فردش. در همین دوران او شروع به نوشتن یادداشت‌ها و طرح ایده‌های سیاسی خود کرد. جملاتی کوتاه، مستقیم و پرقدرت که بعدها به سخنرانی‌های ماندگار او تبدیل شدند. آدولف هیتلر در دل وین، در میانه هنر، سیاست و تضادهای اجتماعی، شخصیتی را ساخت که جهان بعدها آن را می‌شناخت. او در محله‌های فقیرنشین به زندگی افرادی که با فقر و بدبختی دست و پنجه نرم می‌کردند نگاه می‌کرد و هر روز احساس می‌کرد که جهان ناعادلانه است و او می‌تواند آن را تغییر دهد. با مشاهده تفاوت‌های شدید میان ثروتمندان و فقرا، او به فکر ساختار قدرت افتاد و متوجه شد که تنها با کنترل و رهبری می‌توان سرنوشت مردم و کشور را تعیین کرد. آدولف در همان زمان با کتاب‌های تاریخ اروپا، خصوصاً آنهایی که به امپراتوری‌ها و جنگ‌ها می‌پرداختند، آشنا شد و تأثیر آنها را بر جهان عمیقاً درک کرد. او ساعتها در کتابخانه می‌نشست، برنامه‌های نظامی و سیاسی گذشته را مطالعه می‌کرد و گاهی به نقاشی‌های خیالی خود در ذهن خود صحنه‌های جنگ و تسلط را تجسم می‌کرد. با هر روزی که می‌گذشت، ایده‌های ملیگرایی و ناسیونالیسم در ذهنش ریشه دوانید و نگاهش به یهودیان و دیگر اقلیت‌ها به شکل یک خصومت و دشمنی ساختاری در می‌آمد. آدولف هیتلر با گذر زمان خود را به عنوان فردی با اهداف بزرگ و اراده‌ای بی‌رحم می‌دید که می‌تواند سرنوشت جهان را تغییر دهد. او این تفکر را به هر فرد و گروهی که با او در تماس بود منتقل می‌کرد، با جملاتی کوتاه، قاطع و نفوذگر که بعدها در سخنرانی‌های او تبلور یافتند. سالها گذشت و هیتلر آماده ورود به مرحله بعدی زندگی خود شد.
جایی که سیاست و قدرت جای هنر و رویا را گرفتند و مسیر تاریک او آغاز شد. آغاز جنگ جهانی اول در سال 1914 آدولف هیتلر به ارتش آلمان پیوست و در لشکر 164 وین به عنوان پیامرسان خدمت کرد. در جبهه‌ها شجاعت و پشتکار او را برنده صلیب آهنین درجه دوم و سپس درجه اول کرد، اما جنگ تأثیر عمیقی بر ذهن و روح او گذاشت. هیتلر شکست آلمان در سال 1918 را نه به دلیل دشمنان خارجی که خیانت داخلی و ناکارآمدی سیاستمداران می‌دانست و این تفکر بنیان ایدئولوژی سیاسی او شد. پس از بازگشت به مونیخ، او با مردمی روبرو شد که در بحران اقتصادی و سیاسی دست و پنجه نرم می‌کردند و هر کدام به دنبال رهایی از تحقیر و فقر بودند. هیتلر به سرعت دریافت که می‌تواند با کلمات خود این ترس، خشم و امید را شکل دهد و این هنر را به خوبی آموخت. در مونیخ او وارد حزب کارگران آلمان شد، حزبی کوچک و کم اهمیت اما با اهدافی بزرگ برای تغییر کشور. هیتلر با استعداد بی‌نظیر در سخنرانی توجه رهبری حزب را جلب کرد و به تدریج به مرکز قدرت آن تبدیل شد. او با جملاتی کوتاه، مستقیم و ضربه زننده توانست مردم را جذب کند و ایده‌های نژاد برتر و دشمنی با یهودیان را تبلیغ کند. در نوامبر 1923 هیتلر تلاش کرد کودتای مونیخ را انجام دهد، اما شکست خورد و به زندان افتاد و در آنجا کتاب مشهور خود ماین کامف را نوشت. ماین کامف ترکیبی بود از خاطرات، ایده‌های سیاسی و استراتژی‌های آینده حزب. او در کتاب رهبری قوی، اهمیت نژاد و سرنوشت آلمان را تشریح کرد و جملاتی نوشت که بعدها در سخنرانی‌های او به شدت تأثیرگذار شدند. پس از آزادی در سال 1924 هیتلر حزب را بازسازی کرد و مسیر قانونی و انتخاباتی را برای صعود انتخاب نمود. بحران اقتصادی جهانی در سال 1929، افزایش بیکاری و فقر به او فرصت داد تا پیام خود را گسترده کند. وعده داد آلمان را از تحقیر معاهده ورسای نجات خواهد داد، اقتصاد را بازسازی خواهد کرد و جایگاه کشور را باز خواهد گرداند. سخنرانی‌های او ترکیبی بود از تهدید و امید، دعوت به اتحاد ملی و ایجاد شور و اشتیاق عمومی. او می‌دانست برای تسخیر دل مردم باید ترس و امید را با هم ترکیب کند و جملاتی کوتاه، مکرر و ضربه زننده پیام او را در ذهن جمعیت حک می‌کرد. با افزایش محبوبیت، هیتلر توانست قدرت خود را تثبیت کند و رقبا را یکی پس از دیگری کنار بزند. در سال 1933 هیتلر به صدراعظمی رسید و مسیر دیکتاتوری آغاز شد. او با استفاده از آتش‌سوزی رایشستاگ و سرکوب مخالفان، کنترل کامل کشور را در دست گرفت. سخنرانی‌های او با جملاتی مانند هیچ قدرتی نمی‌تواند اراده ملت ما را شکست دهد و ما تاریخ را بازنویسی خواهیم کرد، ذهن جامعه را به سمت اهداف او متمرکز ساخت. هیتلر پس از رسیدن به صدراعظمی در سال 1933 به سرعت پایه‌های دیکتاتوری خود را مستحکم کرد. مخالفان سیاسی با تهدید، زندان و حذف فیزیکی از سر راه برداشته شدند و مطبوعات تحت کنترل حزب نازی قرار گرفتند. سخنرانی‌های او ابزاری قدرتمند برای شکل دادن افکار عمومی و ایجاد حس وحدت ملی بود. او با جملاتی کوتاه و مکرر پیام خود را در ذهن مردم حک می‌کرد. جملاتی که هنوز در تاریخ ماندگار هستند، مانند اراده ملت نیرویی شکست ناپذیر است و تاریخ به قوی‌ترین تعلق دارد. هیتلر با برنامه‌ریزی دقیق سازمان‌های امنیتی و پلیس مخفی را ایجاد کرد تا هر گونه مخالفت را رصد و سرکوب کنند. در همین زمان هولوکاست اولیه آغاز شد. بر اساس ایدئولوژی نژادپرستانه و یهودیان و دیگر اقلیت‌ها تحت تعقیب و محدودیت شدید قرار گرفتند.
آدولف هیتلر با سردی و خونسردی بر سیاست‌های نژادی نظارت داشت و اقدامات خود را به شکل قانونی و تبلیغاتی توجیه می‌کرد. در سال 1939 با تجاوز به لهستان، هیتلر جنگ جهانی دوم را آغاز کرد و ارتش‌های او با استراتژی برق‌آسا و حملات مهند کشورهای اروپای شرقی را یکی پس از دیگری به زانو درآوردند. او با جملاتی مانند قدرت حق ماست و تاریخ با اراده قوی نوشته می شود، ارتش و مردم را به مسیر جنگ هدایت می کرد. پیروزی‌های اولیه اعتماد و غرور او را افزایش داد، اما در پشت این موفقیت‌ها جنایتی بی سابقه شکل گرفت. میلیون‌ها یهودی و دیگر اقلیت‌ها در اردوگاه‌های مرگ به شکل سیستماتیک قتل عام شدند و هیتلر با همان سردی و خونسردی این سیاست‌ها را اجرا می‌کرد. سخنرانی‌های او در این دوران ترکیبی بود از تهدید و وعده، فریب و کنترل و جملاتی کوتاه که ذهن مردم و ارتش را مسحور می‌کرد. نژاد برتر باید زنده بماند و دیگران باید نابود شوند. در سال 1940 هیتلر فرانسه را فتح کرد و بریتانیا را تهدید نمود. اما تلاش برای فتح شوروی به نقطه عطفی برای شکست او تبدیل شد. سردی زمستان روسیه و مقاومت سرسخت ارتش سرخ ارتش آلمان را فلج کرد و پیروزی‌های اولیه جای خود را به شکست دادند. متفقین به تدریج قدرت خود را باز می‌یافتند و فشار بر هیتلر در جبهه‌های مختلف افزایش می‌یافت. در سال 1945 متفقین با فشار بیرحمانه به قلب اروپا نزدیک می‌شدند. ارتش شوروی در جبهه شرقی به سمت برلین پیشروی می‌کرد و مردم آلمان با ترس و وحشت در انتظار پایان جنگ بودند. هیتلر در پناهگاه زیرزمینی خود واقع در قلب برلین آخرین روزهای دیکتاتوری خود را سپری می‌کرد. او هنوز بر این باور بود که قدرت و اراده می‌تواند سرنوشت را تغییر دهد، اما واقعیت جنگ و مقاومت متفقین تصمیمات او را محدود کرده بود. در پناهگاه با مشاوران و همراهان وفادار خود ساعتها به بحث و برنامه ریزی می پرداخت، اما هیچ راه نجاتی وجود نداشت. ارتش در حال فروپاشی بود، مردم گرسنه و خسته و آلمان در آستانه سقوط کامل قرار داشت. هیتلر در این شرایط به نوشتن یادداشت‌های نهایی پرداخت، نامه‌هایی برای جانشینان و دستوراتی برای ادامه مقاومت، اگرچه می‌دانست زمان پایان نزدیک است. با جملاتی کوتاه اما ماندگار حس سرنوشت و اراده خود را بیان می‌کرد. اگر سقوط کنم، تاریخ مرا خواهد شناخت و سرنوشت آلمان به اراده من وابسته است. در آوریل 1945 وقتی نیروهای شوروی به قلب برلین رسیدند، هیتلر در پناهگاه خود با خونسردی کامل به زندگی خود پایان داد. مرگ او پایان دیکتاتوری و شروع بازسازی اروپا بود، اما تأثیر او در خاطره تاریخی جهان تا امروز باقی مانده است. هیتلر نمادی شد از قدرت بی حد و مرز، نفرت سازمان یافته و فاجعه انسانی که درسهایش همواره تلخ و هشدار دهنده هستند. او به جهان نشان داد چگونه یک انسان با اراده، نفرت و استراتژی می تواند مسیر تاریخ را تغییر دهد و عواقب آن نسل‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. هیتلر با سخنرانی‌های قوی، ایده‌های افراطی و اقدامات بیرحمانه تاریخ را به یاد می‌آورد و یادآور می‌شود که قدرت بدون کنترل می‌تواند جهان را به تاریکی بکشاند. با پایان جنگ، اروپا سالها طول کشید تا خود را بازسازی کند،
اما خاطره هیتلر و اثرات اعمال او همیشه به عنوان یک هشدار باقی ماند. تاریخ با دقت حکایت قدرت، نفرت و سقوط او را ثبت کرده است و نسل‌های بعد از آن می‌آموزند که چطور اراده یک فرد می‌تواند هم جهان را تغییر دهد و هم فاجعه عظیم ایجاد کند. هیتلر تا امروز نمادی است از تاریکی، قدرت و ترس که یادآوری می‌کند تاریخ هیچگاه فراموش نمی‌کند. در 20 آوریل سال 1889 در شهر بران، اتریش هولشتات به دنیا آمد. پدرش، آلوئیس هیتلر، یک مأمور گمرک سختگیر و مستبد که از همان کودکی نظم و انضباط شدید را به فرزندش تحمیل می‌کرد، مادرش، کلارا، زنی مهربان و محافظه‌کار، تنها منبع عشق و آرامش برای کودک بود. کودکی آدولف با تضاد میان سختگیری پدر و محبت مادر شکل گرفت. او از همان سالهای نخست به هنر و نقاشی علاقه نشان داد، اما پدرش او را از دنبال کردن آرزوهای هنری باز می داشت. پس از مرگ پدر در سال 1903 آزادی نسبی یافت و به وین رفت، جایی که می‌خواست رویای هنری خود را دنبال کند. در وین، آدولف با شهری پر از تضاد و اختلافات اجتماعی روبرو شد. محله‌های فقیرنشین و ثروتمند، جنبش‌های سیاسی افراطی و مطبوعاتی پر از ایدئولوژی‌های مختلف ذهن او را تحت تأثیر قرار دادند. بارها از آکادمی هنر وین رد شد و هر شکست نفرت او را از جامعه تقویت می کرد. او جهان را مکانی تقسیم شده میان قدرتمندان و ضعیفان می دید و خود را در صف قدرتمندان قرار می داد. جوانی او با حسادت به کسانی که موفقیت را تجربه می کردند و تمایل شدید به دیده شدن، پر از فکرهای تاریک و انتقام بود. در همان سالها با گروه‌های سیاسی کوچک و محافل افراطی در ارتباط شد، با افرادی که مانند او به دنبال تغییر ساختار جامعه بودند. هر جلسه، هر گفتگو، هر مقاله و نشریه گامی بود در جهت تقویت باورهای او و شکل دادن به ایدئولوژی منحصر به فردش. در همین دوران او شروع به نوشتن یادداشت‌ها و طرح ایده‌های سیاسی خود کرد، جملاتی کوتاه، مستقیم و پرقدرت که بعدها به سخنرانی‌های ماندگار او تبدیل شدند. آدولف هیتلر در دل وین، در میانه هنر، سیاست و تضادهای اجتماعی، شخصیتی را ساخت که جهان بعدها آن را می شناخت. او در محله‌های فقیرنشین به زندگی افرادی که با فقر و بدبختی دست و پنجه نرم می‌کردند نگاه می‌کرد و هر روز احساس می‌کرد که جهان ناعادلانه است و او می‌تواند آن را تغییر دهد. با مشاهده تفاوت‌های شدید میان ثروتمندان و فقرا، او به فکر ساختار قدرت افتاد و متوجه شد که تنها با کنترل و رهبری میتوان سرنوشت مردم و کشور را تعیین کرد. آدولف در همان زمان با کتاب‌های تاریخ اروپا، خصوصاً آنهایی که به امپراتوری‌ها و جنگ‌ها می‌پرداختند، آشنا شد و تأثیر آنها بر جهان را عمیقاً درک کرد. او ساعتها در کتابخانه می نشست، برنامه‌های نظامی و سیاسی گذشته را مطالعه می کرد و گاهی به نقاشی‌های خیالی خود در ذهن خود صحنه‌های جنگ و تسلط را تجسم می کرد. با هر روزی که می‌گذشت، ایده‌های ملی‌گرایی و ناسیونالیسم در ذهنش ریشه می‌دوانید و نگاهش به یهودیان و دیگر اقلیت‌ها به شکل یک خصومت و دشمنی ساختاری در می‌آمد.
آدولف هیتلر با گذر زمان خود را به عنوان فردی با اهداف بزرگ و اراده‌ای بی‌رحم می‌دید که می‌تواند سرنوشت جهان را تغییر دهد. او این تفکر را به هر فرد و گروهی که با او در تماس بود منتقل می‌کرد، با جملاتی کوتاه، قاطع و نفوذگر که بعدها در سخنرانی‌های او تبلور یافتند. سالها گذشت و هیتلر آماده ورود به مرحله بعدی زندگی خود شد، جایی که سیاست و قدرت جای هنر و رویا را گرفتند و مسیر تاریک او آغاز شد. آغاز جنگ جهانی اول در سال 1914 آدولف هیتلر به ارتش آلمان پیوست و در لشکر 164 وین به عنوان پیامرسان خدمت کرد. در جبهه‌ها شجاعت و پشتکار او را برنده صلیب آهنین درجه اول و سپس درجه دوم کرد، اما جنگ تأثیر عمیقی بر ذهن و روح او گذاشت. هیتلر شکست آلمان در سال 1918 را نه به دلیل دشمنان خارجی که خیانت داخلی و ناکارآمدی سیاستمداران می‌دانست و این تفکر بنیان ایدئولوژی سیاسی او شد. پس از بازگشت به مونیخ، او با مردمی روبرو شد که در بحران اقتصادی و سیاسی دست و پنجه نرم می‌کردند و هر کدام به دنبال رهایی از تحقیر و فقر بودند. هیتلر به سرعت دریافت که می‌تواند با کلمات خود این ترس، خشم و امید را شکل دهد و این هنر را به خوبی آموخت. در مونیخ او وارد حزب کارگران آلمان شد، حزبی کوچک و کم اهمیت، اما با اهدافی بزرگ برای تغییر کشور. هیتلر با استعداد بی‌نظیر در سخنرانی توجه رهبری حزب را جلب کرد و به تدریج به مرکز قدرت آن تبدیل شد. او با جملاتی کوتاه، مستقیم و ضربه زننده توانست مردم را جذب کند و ایده‌های نژاد برتر و دشمنی با یهودیان را تبلیغ کند. در نوامبر 1923 هیتلر تلاش کرد کودتای مونیخ را انجام دهد، اما شکست خورد و به زندان افتاد و در آنجا کتاب مشهور خود ماین کامف را نوشت. ماین کامف ترکیبی بود از خاطرات، ایده‌های سیاسی و استراتژی‌های آینده حزب. او در کتاب رهبری قوی، اهمیت نژاد و سرنوشت آلمان را تشریح کرد و جملاتی نوشت که بعدها در سخنرانی‌های او به شدت تأثیرگذار شدند. سالها گذشت و هیتلر آماده ورود به مرحله بعدی زندگی خود شد، جایی که سیاست و قدرت جای هنر و رویا را گرفتند و مسیر تاریک او آغاز شد. بحران اقتصادی جهانی در سال 1929 افزایش بیکاری و فقر به او فرصت داد تا پیام خود را گسترده تر کند. وعده داد آلمان را از تحقیر معاهده ورسای نجات خواهد داد، اقتصاد را بازسازی خواهد کرد و جایگاه کشور را در جهان باز خواهد گرداند. سخنرانی‌های او ترکیبی بود از تهدید و امید، دعوت به اتحاد ملی و ایجاد شور و اشتیاق عمومی. او می‌دانست برای تسخیر دل مردم باید ترس و امید را با هم ترکیب کند و جملاتی کوتاه و مکرر و ضربه زننده پیام او را در ذهن جمعیت حک می‌کرد. با افزایش محبوبیت، هیتلر توانست قدرت خود را تثبیت کند و رقبا را یکی یکی کنار بزند. در سال 1933 هیتلر به صدراعظمی رسید و مسیر دیکتاتوری آغاز شد. او با استفاده از آتش‌سوزی رایشستاگ و سرکوب مخالفان کنترل کامل کشور در دست گرفت. سخنرانی‌های او با جملاتی مانند هیچ قدرتی نمی‌تواند اراده ملت ما را بشکند و ما تاریخ را بازنویسی خواهیم کرد، ذهن جامعه را به سمت اهداف او متمرکز ساخت. هیتلر پس از رسیدن به صدراعظمی در سال 1933 به سرعت پایه‌های دیکتاتوری خود را مستحکم کرد.
مخالفان سیاسی با تهدید، زندان و حذف فیزیکی از سر راه برداشته شدند و مطبوعات تحت کنترل حزب نازی قرار گرفتند. سخنرانی‌های او ابزاری قدرتمند برای شکل دادن افکار عمومی و ایجاد حس وحدت ملی بود. او با جملاتی کوتاه و مکرر پیام خود را در ذهن مردم حک می‌کرد، جملاتی که هنوز در تاریخ ماندگار هستند، مانند اراده ملت نیرویی شکست ناپذیر است و تاریخ به قوی‌ترین تعلق دارد. هیتلر با برنامه‌ریزی دقیق سازمان‌های امنیتی و پلیس مخفی را ایجاد کرد تا هر گونه مخالفت را رصد و سرکوب کنند. در همین زمان هولوکاست اولیه آغاز شد، بر اساس ایدئولوژی نژاد پرستانه و یهودیان و دیگر اقلیت‌ها تحت تعقیب و محدودیت شدید قرار گرفتند. آدولف هیتلر با سردی و خونسردی بر سیاست‌های نژادی نظارت داشت و اقدامات خود را به شکل قانونی و تبلیغاتی توجیه می‌کرد. در سال 1939 با تجاوز به لهستان، هیتلر جنگ جهانی دوم را آغاز کرد و ارتش‌های او با استراتژی برق‌آسا و حملات هماهنگ کشورهای اروپای شرقی را یکی پس از دیگری به زانو درآوردند. او با جملاتی مانند قدرت حق ماست و تاریخ با اراده قوی نوشته می شود، ارتش و مردم را به مسیر جنگ هدایت می کرد. پیروزی‌های اولیه اعتماد و غرور او را افزایش داد، اما در پشت این موفقیت‌ها جنایتی بی سابقه شکل گرفت. میلیون‌ها یهودی و دیگر اقلیت‌ها در اردوگاه‌های مرگ به شکل سیستماتیک قتل عام شدند و هیتلر با همان سردی و خونسردی این سیاست‌ها را اجرا می‌کرد. سخنرانی‌های او در این دوران ترکیبی بود از تهدید و وعده، فریب و کنترل و جملاتی کوتاه که ذهن مردم و ارتش را مسحور می‌کرد. نژاد برتر باید زنده بماند و دیگران باید نابود شوند. در سال 1940 هیتلر فرانسه را فتح کرد و بریتانیا را تهدید نمود، اما تلاش برای فتح شوروی به نقطه عطفی برای شکست او تبدیل شد. سردی زمستان روسیه و مقاومت سخت ارتش سرخ ارتش آلمان را فلج کرد و پیروزی‌های اولیه جای خود را به شکست داد. متفقین به تدریج قدرت خود را باز می‌یافتند و فشار بر هیتلر در جبهه‌های مختلف افزایش می‌یافت. در سال 1945 متفقین با فشار بیرحمانه به قلب اروپا نزدیک می شدند. ارتش شوروی در جبهه شرقی به سمت برلین پیشروی می کرد و مردم آلمان با ترس و وحشت در انتظار پایان جنگ بودند. هیتلر در پناهگاه زیرزمینی خود واقع در قلب برلین آخرین روزهای دیکتاتوری خود را سپری می کرد. او هنوز بر این باور بود که قدرت و اراده می‌تواند سرنوشت را تغییر دهد، اما واقعیت جنگ و مقاومت متفقین تصمیمات او را محدود کرده بود. در پناهگاه با مشاوران و همراهان وفادار خود ساعتها به بحث و برنامه‌ریزی می‌پرداخت، اما هیچ راه نجاتی وجود نداشت. ارتش در حال فروپاشی بود، مردم گرسنه و خسته و آلمان در آستانه سقوط کامل قرار داشت. هیتلر در این شرایط به نوشتن یادداشت‌های نهایی پرداخت، نامه‌هایی برای جانشینان و دستوراتی برای ادامه مقاومت، اگرچه می‌دانست زمان پایان نزدیک است. با جملاتی کوتاه اما ماندگار حس سرنوشت و اراده خود را بیان می‌کرد. اگر سقوط کنم، تاریخ مرا خواهد شناخت و سرنوشت آلمان به اراده من وابسته است. در آوریل 1945 وقتی نیروهای شوروی به قلب برلین رسیدند، هیتلر در پناهگاه خود با خونسردی کامل به زندگی خود پایان داد. مرگ او پایان دیکتاتوری و شروع بازسازی اروپا بود، اما تأثیر او در خاطره تاریخی جهان تا امروز باقی مانده است. هیتلر نمادی شد از قدرت بی حد و مرز، نفرت سازمان یافته و فاجعه انسانی که درسهایش هموار تلخ و هشدار دهنده هستند. او به جهان نشان داد چگونه یک انسان
با اراده، نفرت و استراتژی می تواند مسیر تاریخ را تغییر دهد و عواقب آن نسل‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. هیتلر با سخنرانی‌های قوی، ایده‌های افراطی و اقدامات بیرحمانه تاریخ را به یاد می آورد و یادآور می شود که قدرت بدون کنترل می تواند جهان را به تاریکی بکشاند. با پایان جنگ، اروپا سالها طول کشید تا خود را بازسازی کند، اما خاطره هیتلر و اثرات اعمال او همیشه به عنوان یک هشدار باقی ماند. تاریخ با دقت حکایت قدرت، نفرت و سقوط او را ثبت کرده است و نسل‌های بعد از آن می‌آموزند که چطور اراده یک فرد می‌تواند هم جهان را تغییر دهد و هم فاجعه‌ای عظیم ایجاد کند. هیتلر تا امروز نمادی است از تاریکی، قدرت و ترس که یادآوری می‌کند تاریخ هیچگاه فراموش نمی‌کند.